سلام میکنم خدمت دوستان عزیز. بنده اسپارو هستم، ادمین اسپارو وی پی ان. امروز با معرفی پیور وی پی ان در خدمتتون هستیم که حالا توی این شرایط خیلی بد با محدودیت خیلی سنگین هم داره به خوبی کار میده و رو همه اینترنت ها هم جوابه. بریم سراغ VPN. محیطش رو مشاهده میکنید، این محیط ویندوزه که میبینی کانکتن، یا محیط اندرویدشه که حالا یکی کلیک میکنید و خودش وصل میشه. خیلی تنظیمات خاصی داره، میتونید چنج سرور بزنید و حالا مثلا به یه سرور دیگه ای از هلند کانکت بشید، میبینید. و اینکه تنظیمات دیگه ای داره، پروتکل های مختلف داره، میتونید رو اتومات بذارید یا اینکه رو مثلا یه پروتکل خاصی بذارید که وصل بشه. خب این از این معرفی کلا که واسه همه پلتفرما جوابه. این از چنل تلگرامیمون دوستان، با آیدی اسپارو وی پی ان 7 یا 7 و اینم آیدی خودم. میتونید پیام بدید واسه خرید. تو انواع تعداد کاربری و مدت زمانش داریمش. خب این از تاریخ امروز 23 بهمنیم و اینکه بریم واسه یه تست. حالا مثلا من یه ویدیویی بیارم بالا، صداشو ببندم و ببینید که من الان میذارم روی 4K. یعنی هیچ VPNی در ایران چنین قابلیتی به شما نخواهد داد، چه حالا ویتوریش چه هر نوع VPNی که به این سرعت بتونید ویدیو با کیفیت 4K تماشا کنید. برومم یه لحظه وایساد. خب هر ویدیویی اصلا سرعت شما ببینید چجوری لود میشن ویدیوها، با چه سرعتی و شگفت انگیزه. یه تست سرعت هم رو اسپید تست بگیرم. خب این اسپید تست آوردم بالا. وی پی ان هم میبینید کانکته. اینترنت هم همراه اول گوشیه. حالا واسه تهران و شیراز و اصفهان و این شهرها سرعتشون بالاتر. حالا من سرعتم حدود 90 100 مگابیت. اصلا خیلی عالیه. نگاه سرعت کنید، هیچ ویتوره‌ای به شما با وی پی ان چنین سرعتی رو اصلا عملا غیر ممکنه بده داخل ایران. سرعت تقریبا 100 مگا بیت. این هم از سرعت آپلود که عملا 1 و 2 میدن ویتوریا به شما. پینگم 138 که پینگای وی پی ان های ایرانی ماشاءالله همه بالای 300 400. اکانت پیور وی پی ان بچه ها موجوده، سرعتش رو همه چیشم براتون تست زدم برای همه پلتفرما. مشخصاتم میذارم دیسکریپشن، میتونید جوین چنل بدید و ثبت سفارش کنید. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و همچنین امیدوارم هم همیشه به اینترنت آزاد دسترسی داشته باشید. چنل یوتیوب هم حتما لایک و سابسکرایب کنید و ما رو حتما دنبال داشته باشید، چه در یوتیوب و چه در تلگرام. خدا نگهدار.